ادامه اعتراض ترکمن‌های بلخ به خاطر ربوده شدن عبدالرؤوف 9 ساله از سوی افراد ملبس با لباس پلیس پای معین ارشد امنیتی کشور را به کاروان عدالت‌خواهی آنان کشانده است. آقای قانی که برای بررسی وضعیت امنیتی بلخ و رسیدگی به پرونده اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله در مزار شریف آمده است، هرچند پیام مشخص برای این اعتراض کنندگان ندارد، اما میگوید این موضوع را به رئیس جمهور انتقال خواهد داد. بعد از صدها هزارها جرم جنایتی که بر بالای این ملت صورت گرفته بود برپا شد. عبدالرؤوف یک وسیله بود که بسیار کوچک عبدالرؤوف ها در دستی از ظالم ها داریم. معین صاحب، جناب محترم معین صاحب، در ولایت بلخ قماندان امنیتی خوبی دارین، رئیس امنیت خوبی دارین، مسئولین خوبی دارین، اما انسان‌های بدی در اینجا وجود دارد، توانایی ندارن که جلوشان بگیرن. پای پیاده حرکت میکنیم به خاطر عدالت خواهی تا دروازه تا جلسه 6 نیم. آماده هستیم جوانان؟ آماده هستیم. خیمه را از اینجا ورداریم. منطق کامل نیست. خیمه به خاطر همی آمده شما را پای شما را تا اینجا کشانده. خیمه معین ارشد امنیتی که به چادر برپا شده این اعتراض کنندگان در مقابل ساختمان مقام ولایت بلخ آمده است، از معترضان میخواهد تا خیمه تحصن را بردارند، اما این خواست آقای قانی واکنش این اعتراض کنندگان را در پی داشته است. اعتراض کنندگان ترکمن مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی را در آزادسازی این کودک از چنگ آدمربایان به ناکامی متهم کرده میگویند دادخواهی‌هایشان را تا ارگ ریاست جمهوری نیز ادامه میدهند. درد دلشان است که ما توانایی شنیدن کل حرفایتان داریم و ما حاضر هستیم که علاوه از اینکه آلی به یک تیم 5 نفری که خانواده طفل اختطاف شده ما تعیین میکنه باشون صحبت میکنیم، سایر مواردی که جوانان ما دارن ما حاضر هستیم، پاسخگوی هستیم. حکومتتان شما انتخاب کردین. این سفر در حال انجام یافته که با گذشت نزدیک به 50 روز از اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله تا اکنون پلیس موفق به رهایی این کودک از چنگ آدمربایان و شناسایی عاملان این قضیه نشده است.